سلام و درود خدمت تمام شما ناظرینان. انشالله که خوب و صحتمند باشین. آج دوستا اول از این سرک بگذاریم. ویدیو را از این بین سرک شروع کردیم. بالا موتر نزنیم ما را. خب به هر صورت دوستان عزیز، ما در پل آرتل شهر کابل بودیم، یکی از مشهورترین و محبوبترین پل های شهر کابل. در بغلم دوستان عزیز شما شفاخانه ابوعلی سینا را می‌بینید که یکی از شفاخانه و مراکز صحی دولتی در شهر کابل است که البته یکی از بزرگترین و مجهزترینش است. چندین شفاخانه دولتی است که بسیار بزرگ هستند و نام دارند در تمام افغانستان. دوستان عزیز، مثل شفاخانه ابوعلی سینا، وزیر محمد اکبر خان، شفاخانه جمهوریت و بعض از شفاخانه‌های دیگر که شما اسمشان بر ما در کامنت ها بگیرید. دیگه ما تو می‌خوایم بریم دوستان عزیز به طرف کجا؟ به طرف سینمای پامیر شهر کابل. نمی‌فهمم تا اونجا میرسیم نمیرسیم، ما اگر رسیدیم نرسیدیم میریم و یک دیدن میکنیم. البته دوستان نهایت گرامی، یک چیزی که میخوایم براتون بگویم، شمال بسیار زیاد است. خدا کنه که در صدای من اختلال وارد نکنه. و البته یک چیز دیگه هم دوستان عزیز که عید قربان نزدیک است. کمتر از یک هفته به عید قربان مونده و در روزهای آینده میریم و حال احوال شهر و بازار و این طرفا را میگیریم و میبینیم که چی حال داره بازار و چی احوال داره و مردم چطور هستن، خرید میکنن یا نه. امروز هم دیگه کم کم میریم به طرف سینمای پامیر شهر کابل. دیگه دوستان عزیز فضای کابل رو ببینید چقدر زیباست. شمال این روزا بسیار زیاد است دوستان عزیز، هر روز شمال است، هر روز طرفا خوب است، پخته است، جایی که خام است و خاک است، یک رقم خاکباد میباشه که به کدام اندازه. دیگه تا وقتی که وقت توت از دوستان عزیز و گندما جمع نشده، تا اون وقت و فصل سال این شمال و این خاکباد و این چیزا ادامه داره. باز وقتی که توت خلاص شد، وقتی که گندما درو شد مکمل خلاص شدن، برای باز شمال هم آرام میشه و برای باز تابستان گپ میونیم و تابستان ترق یا سوزان شروع میشه و خداوند باز وقت به حال ما رحم کنه. خب دوستان عزیز، همونطور که پیش میریم خب پیاده رو بزرگ داره دوستان عزیز. این محترم دیگه به احتمال زیاد تمامش از مریض راه هستن، کاملا استاد کردن. از پیاده رو ما بگذاریم. در اون طرف ما دوستان عزیز پل آسمایی شهر کابل است که برخلاف پل آرتل از پل آسمایی دوستان عزیز استفاده میشه و کاربرد داره. این طرف هم فکر کنیم موتر خراب شدن، تله‌اش دارن، موتر هم دیگه جای خراب نشده، شفاخانه خراب شده و بیخی آدم در به در میکنه. یا هم دیگه شاید از این پرستارای اینجا باشه دوستان عزیز. همین دوست ما که گذشت طرف هم کانتین است و رستوران. باز کسایی که مریض دارن یا مریض هستن دوستان عزیز با باز زیادتر چی میبرن، چی نام داره که یعنی خوراکه، کباب مباب یا یگان جوسموس دیگه باز اینیا نزدیک هستن یا مثل یک تجارت بره شما میتونن میان میبرن. اینجا دواخانه دولتی دوستان عزیز، ابن سینا فارماسی اماراتی شرکت. این طرف ما هم دوستان عزیز کجا هست؟ پل آسمایی شهر کابل. دیگه هم تو به پیش میریم دوستان عزیز سلو یک دقیقه اینجا مکس کنیم که بیخی یک ذره نفس ما سوخته، یک آب ما بخوریم. انشالله در ادامه ویدیو همراه ما باشین دیگه.
خوب دوستان عزیز، من این طرف پل آسمایی آمدم. یک ذره کار داشتیم این طرف، یک آب زردک بود، از این آب زردک یک نوش جان کردیم دیگه. جایتون خالی دیگه و فقط این چیزا میچسبه سرد باشه البته. اوام یا میریم همونطوری موتورا رو میبینید دوستان عزیز. پل ساخته و فکر کنم کام پل ساخته میرن دیگه. باز طرف دشت برشی دیگه موتورا هستم پل ساخته. یا که ساده تر بگویم شادم رفت از پیشون کوته سنگی میرن دیگه. این طرف هم اونجا دوستان دیوال تاریخی شهر کابل معلوم میشه که از بالای کودور خورده رفته اون طرف تر. ما شما هم دیگه ما تو پیش بریم سلو به طرف سینمای پامیر. این طرف زیاد دوستان عزیز پس من قبلا گفتم لیلا فروشی ها هست. بریم راسته لیلا فروشی ها دوستان عزیز. یک شکر این دوستان از این یار تماما که میبینین یا تماما لیلا فروشی ها هست. هر چیز و هر چی که بخواین فقط لیلامیش پیدا میشه اینجا. مرکز لیلا فروشی را گفتم میتونیم دوستان عزیز که اینجا هست. یا به طرف به صورت عمده میخرن باز پرشون میفروشن. این که از طرف بریم تو سلو پیش میریم دوستان عزیز. برسیم به سینمای پامیر. سینمای پامیر هستیم میگه دوستان عزیز. منطقه سینمای پامیر است. طرف ما طرف چوک و چنداول باز میشه دیگه. پیش شهرش که باز در دیگه ویدیو انشالله از اینجا زیان می داشته باشیم. خب دوستان عزیز امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشه. ویدیو لذت برده باشین. ویدیو رو لایک کنین، در کانال هم سابسکرایب کنین. تا ویدیوهای بعدی همتون به الله متعال میسپارم. تو روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. البته دوستان عزیز ویدیو رو لایک کنین، در کانال بازم هم سابسکرایب کنین و نظراتتون رو بر ما در بخش کامنت بنویسین. دیگه چیزی با گفتن نمیمونه. الله حافظ و مددگار همتون.